الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از خداوند بسیار مهربان خواهان او هستم که الله مهربان محبت‌های ما و شما را، اعتقادهای ما و شما را به سوی دین خدا زیاد گردانم. و از خداوند بسیار مهربان خواهان او هستم که بعضی گفتگوهایی که دارم، بعضی بگیم مسئله هایی را که میخواهم به گوش شما رسانم، خداوند توفیقی عمل کردنش بر اهل گوش کننده ها الله مهربان نصیب گردانه و آن ثواب ها و آن پاداش هایی که در این لحظه هایی که قرار داریم خداوند در نامه اعمال ما نویسنده گردانه. و امروز برادران عزیز اولی روز ذوالحجه است. از خدای مهربان دعاگو هستم که قبلا که من درباره فضیلت این روز برای شما صحبت داشتم، خداوند هر کسی که پایبند این عبادت 10 روزه هست از شما قبول گردانه و با تا ذوالحجه آینده الله شما را حفظ کند. پیشترم همه شما را به این عید قربان تبریک و تهنیت میگویم. برادران عزیز و خیلی گرامی، بار دیگر باز به شما رساندنیم که مسئله و مسائل های خیلی زیاد در پیشم دارم، ولی چگونه پیشترم گفته بودم یافتن وقت اگر چنده که کمی مشکل هم هست، برای باز دیگر مشغولیت ها هم داریم، ولی در همین شبکه نور تیوی شما سوال هاتون، درخواست هاتون چیزی باشد نویسین، انشاءالله با من دسترس می شوند. من وقتها و امکانیت ها استفاده برده و به شما در سوال هاتون جواب می گردانم. لیکن سوال هایی که من پیشتر جواب گفتم شرط نیست اونها را دویم باره شما باز از سر نو مقصد نویسنده روان کنین، زیرا که بسیاری سوال های شما که تکراری است من اونها را دیگر نمیخوانم. الحال در پیش من خواهشه که خواهران و برادران و مردم ما کردن، یک خواهش بود که چیکار کنیم که همین زندگی فرزندای ما آسوده باشند، چیکار کنیم که همین غم، دقت، تشویش، سرگردانی ها، همین مشکلات هایی که در زندگی هست، اینها مقصد از زندگی های فرزندای ما، از زندگی مردم ما دور روا و فرزندکای ما زندگی خوب و زندگی نیک بیابند. مادران و پدران بسیار عزیز و گرامی، من برای بچه هایی که زن میگیرن در پیشم 10 نصیحتی حضرت امام احمد حنبل وقتی بچهش زن میداد، بچهش شیناند و 10 نصیحت
برای بچهش کرد. همچنان یکی از سرداران قبیله به نام عوف ابن ملهم که خانم داشت یا زنی داشت به نام امامه، وقتی دخترش شوهر میداد وی هم دخترش شیناند و 10 نصیحت برای دخترش کرد. پدران و بسیار مادران عزیز، من این 10 نصیحتی که برای بچه هامان، 10 نصیحتی که برای دخترامون هست، من برای شما گوشزد میکنم. این سخنها سخنهای عادی نیستند. شاید که بسیاری از شما بچه ها را زن دادنی میشین، دخترها را شوهر دادنی میشین، لیکن از این نصیحت ها شما خیلی دورین. از این لحاظ الله که این امکانیت حاضر به شما میتید و شما سخن این بزرگه ها را وقتی که گوش میکنین، اینها را در زندگی فرزنداتان داخل کنین، کنی بینین که آیا زندگی هاشون با برکات می شود، کو بینین که آیا بهبود در زندگی می شود، کو یک جای نگاه کنیم که آیا عدد طلاق در جامعه ما کم میشه یا نمیشه. از این لحاظ من این مصلحت ها را آوردم و به گوش همه شما کسی که بچه زن میتید یا دادرای عزیز، وقتی که شما زنگیرین، شما این 10 نصیحت گوش کنین، همین را در زندگی هاتون مطرح کنین، دستور عمل حیاتون قرار دین. و 10 نصیحتی که برای دختر می شود، اینش پیشی همو زنی که میگیری پیشی وایده گذار. ویم از این 10 نصیحت این مادر بسیار دانا، این مادر بسیار غمخوار، این مادر بسیار مشفق، این نصیحت ها را به زنهاتون رسانید که تا که اونها گوش کنن. شما نصیحت های حضرت امام احمد حنبل شما دادرای عزیز گوش اندازین. از این 2 عزیز خدا شما استفاده برین، کنی بینین زندگی هاتون چی میشه. میاییم به سر سخنهای. اولا 10 نصیحتی امام احمد حنبل با گویم فرزند ارجمندش. گفت فرزند عزیزم، پدرهای عزیز، کلانترهای بسیار مهربان، طرز معامله را با فرزندت یاد بگیر که این عزیزای خدا را بین چگونه معامله میکنن. فرزند عزیزم، هرگز در حیات عائلوی با سعادت و خوشبختی نائل نمیگردی مگر در صورتی که 10 خصلت را با همسرت ببخشی. پس آن را از من در یادت بسپار و در نگهداری آن حریص باش. چقدر مصلحت بین. از ابتدا الکی مراجعت بسیار ملایم قطعی، یکایک با بچهش میشیند و علمین 10 نصیحتی که من میکنم، علمین 10 خصلت را به همسرت میبخشی. بعدا تو به سعادتی یا به خیری حیاتت حتما میرسی. یکم، فرزند عزیزم، عادتا زنها ناز و کرشمه و هزل و شوخی را دوست می‌دارند. دادر عزیز گوش اندازیم. عادتا زن مردم یکی ناز و کرشمه کردن، یکی هزل و شوخی را بسیار دوست می‌دارند. گفت یکم گفت اینا در نظرت بگیر که همین چیز از خانم تو البته به وجود می آید. 1 2 و زنها دوست می دارن این که محبتت را آشکار کنی. یعنی آشکار کردن محبت چی است؟ گویی که
نامش میگیری یا فرزنددار باشی آچه فلانی گفتم مراجعت میکنی یا زنک میگوی یا زنک جان میگوی که من تو را دوست میدارم. انا همین را میگد زن بسیار برای خودش یک چیزی عزیز و بسیار چیزی قیمت میدانسته است. پس در دوام چی گفت؟ پس در اجرای این دو خواهش زن بخیلی مکن، زیرا اگر در اجرای آن بخیلی نمودی میان خودت و همسرت پرده از درشتی و نقصان در محبت قرار میدهی. برادران عزیز ببین، یعنی گفتیم یکم زن ناز و کرشمه و هزل شوخی، یک دو اظهار محبت را دوستت میدارم. این دو چیز را گفت بچم در راست زنت بخیلی نکن، این دو را بر همسرت ببخش. یعنی بگذار هزل شوخی کنه، بگذار ناز کرشمش برداشت کن، دیگر بگذار برای او بگو که من تو را دوست میدارم. زیرا برادران عزیز و گرامی، یک پیامبر نازنینی که هیبت داشت، وقار داشت، شهامت داشت، بین با این قدر یکی از گویم بهترین موجودات روی عالم بود، پر از غیرت و جسارت بود. وقتی میپرسنش که از همه بیشتر کی را دوست میداری؟ به یگان اطرافش نگاه کردن یا به یگان گویم اکو امروز با گفتی ما حیا میکنیم یا شرم میکنیم، در حال گفت عایشه را دوست میدارم. گفتن ای پیامبر نازنین، مقصد ما از مردکا بود. گفت پدر عایشه را دوست میدارم. یعنی دوست داشتن پیامبر عایشه را در بین مردم اظهار کرد، نه تنها در روبروی عایشه. از این لحاظ این دو چیز گفت امام احمد حنبل که بچم اگر عمل کنی و بخیلی نکنی به همسرت بخشی، انمون سعادت دنیا، سعادت زندگی را، شیرینی زندگی را تو در میابی. شما میدونین برادران عزیز که پیامبر نازنین دستش میبرداشت چی میگفت؟ میگفت اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر. بین ای برادر عزیز، او برای زندگی ها را خوب شدن به خدا قسم بهترین نصیحت ها داریم، بهترین مصلحت ها داریم. او اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام ما بسیار مصلحت های زیبا میته، دین خود ما بسیار برنامه های بهترین دارد. افسوس گنده خود مانیم، بدفعل خود مانیم. پیامبر بین دعا میکنه خداوندا عایشه را گناهاش، خطاهاش چه آشکار کرده باشد چه پنهانی کرده باشد همش را ببخش. برادر عزیز، کو یک بارک شکلی که در آینه نگاه میکنی و همه عیب و نقصان تا در آینه میبینی، کو یک بار در همین سرگذشت حیات ببین ناز و شوخی زن برداشتگی هستی؟ یا کرشمه زن، ناز کردن زن برداشت کردگی؟ یا بار هم شد است که تو در حقش دعا کرده باشی؟ یا بار هم شد است که تو بگوی زنه که من تو را بسیار دوست میدارم، البته تو در دل من جای داری، هزار رحمت بر پدر و بر مادرت، خدا برکتت تید.
پیامبر نازنین ابین میگه هر کسی در حق شما یک خدمت کرد شما بگین خدا جزای خیرت دهد. ما در عوض اگر همین خدمت زنهایی که ما دا میکنن ما هم همین خیلی زبان شکرینه که پیامبر نازنین داشت اگر داشته باشیم آیا زنها ما را حرمت نمیکنن؟ آیا به قدر ما نمیرسن؟ برادری عزیز فقط از روی انصاف من ایرا به الله مهربان قسم به واللهی باللهی تاللهی که من ایرا خاص به خاطر خدا شما را گفتم چیزی را خوانده استم در پیشتان چیزی را در کتاب ها دریافت کردم برای زندگی شما خوب شدن من این مسئله را آوردم تا ما را هم برادرای عزیز روزی دراز تلفن هامون چی وای برش پرشیده است چی تلفن ها هر روز گریه خواهرای ما هر روز دادرای ما مقصد از مشکلات های زندگیشان بجان زدن بیزار شدن اما میخواهیم که از همین حالت برآمدن من در کاره انا با همین راه هایی که عزیزای خدا کردن ما میتونیم براییم فهمیدیم یک چی بوده است هزل و شوخی ناز و کرشمه زنه البته برداشت کن قبول کن دو اظهار محبت کن زنه که بگو که دوستت میدارم چی خدمت کرد بگو خدا برکت دهد الله جزای خیرت دهد الله از تو راضی باشد خدا گناهات مغفرت کند خیلی که پیامبرمون کرد قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول الله را اطاعت کن و رسول الله را اطاعت کن نصیحت سیوم چی گفتن؟ گفتن عادتاً زنها مردهای درشتی تندخوی را دوست نمی‌دارند اما در برابر این مردان از حد زیاد و نرم و خوش رفتار را هم زیر پای میکنند و آنها را مورد سوء استفاده قرار میدهند پس هر صفت را در جای خودش قرار ده سیوم نصیحتی که امام احمد حنبل بچه کرد گفت زن مردی بسیار درشتخویه بسیار زیشت رفتاره دوست نمیداره در برابرش گفت مردهایی که اگر با بسیار ساده بدن باشند بسیار خوبی بدن باشد اینها را گو با پایمال میکنن برای همین گو بچم میانه همین انتخاب کن یعنی نه آن قدری که ترا پایمالت کند و نه آن قدری که تو درشت و بسیار حقارت کن و بسیار زیشت رفتار باشی میانش انتخاب کن این نصیحت سیوم بود نصیحت 4 زنان از مردان عیناً همون چیزی را میخواهند که مردان از زنانشان میخواهند از جمله خوش سخنی داشتن ظاهر و پاک و زیبا آراستگی سر و لباس همیشه خوشبوی بودن و غیره پس تو هم در معامله با همسرت همین طور باش چگونه ای که امام احمد حنبل با بچهش گفت میدانی که چگونه ای که تو میخواهی که زنت یعنی در نزد تو سرمه کند اسمه کند از زیورات طلاییش همش استفاده برد لباس های تازه پوشد یعنی سر رویش گویم به یک ترتیب بیارد یعنی چقدر از هر چیز زیبایی هایی که باشد استفاده برد خوشبویی کند انا گو وقتی که تو از زنت که همین خواهی زنم از مرد همین را میخواهد برادرای عزیز یعنی شما هم هرگاهی میدرایین که خواهیشتان همین است که زنهای شما صورتاشون را زیبا کنن چقدر خداشون را مقصد نقش نگار کنن زیبا کنن که در نگاه تو مقصد
وقتی نگاه میکنی یک در تو هم یک خواهشات پیدا شود، در تو هم باز یک محبت و میل پیدا شود، انا عیناً میگد زنها هم همین در مردها میخواهند. یعنی شما هم باید برادرای عزیز دائم خداتون نگاه کنین، بدنهاتون هم بسیار نگاه کنین، لباسهای تازه پوشین، خداتون خوشبو کنین. انا مینا میگه خواهشی زنم همینه. من در کتاب ها دیدم که هرگاهی که اگر مرد ببینید میگه خوشبویی میکرده است، پیش مثال از آنه که دست خانوم شب دارد و با خانومش یک جا شود، وقتی میگه خانومشم غسل میکنن خوشبویی میکنن، مردم غسل میکند خوشبویی میکند، وقتی که مقصد در بستر خوابشون میدرویند، وقتی اونها که یک جا میشوند، صاحبای کتاب میگن که در این حالت میگه از اینا فرزندی بسیار فرزندی سالم برای صالح بدنش دعا کرد در کار. چون که حضرت ابراهیم برای صاحب فرزند شدن گفت رب هب لی من الصالحین، خدایا فرزندی که بر من میتی فرزندی صالح بده، برای صالح بدنش دعا کرد. لیکن برای سالم بدنش میگه انا همین پیش از هم خوابگی انا همین کار کنین، میگه فرزنداتون سالم میآید. این برادران عزیز مصلحتی گویم یا نصیحتی چهارم بود. نصیحتی پنجم، فراموش مکن زنان خانه را برای خود همچون مملکت شاهی میسابند و چنین تصور دارند که در خانه هایشان بالای تخت شاهی نشستند. سروری آنند. از ویران کردن این مملکت شاهی همسرت بپرهیز و هرگز تلاشی ستانیدن مسند مجازی شاهی را از وی نداشته باش. برادر عزیز، نصیحت پنجمش همین بود است که وقتی زن میگه وارد خانه مرد میشود، همون خانه مرد چگونه که شاه برای خودش یک کرسی دارد و همون کرسی را مقصد همچون یک ملک خودش چیزی خودش وقتی قبول دارد، میگه زنم همون خانه را همچون یک ملک خودش حساب میکنه. یعنی همین خانه گمانش همین است، تصورش همین است که همین خانه ملک من است. میگه در همین هیچگاه میگه مقابل نباش، بگذار خودش را در همین خانه همچون شاه احساس کند، بگذار گمانش همین باشد که همین خانه مال همین زن می شود. چی باکی ندارد. اصلا شریعت هم میره میگد که مرد وقتی که میخواهد زن بگیرد، برای زن باید شرایط، یعنی خانه، جای زیست باید که داشته باشد. یعنی زن این حقوق دارد، این حق را دارد. برای همین بسیاری ما باید در همین رهبری که میخواهد که همچون یک همین ملک من است، خانه من است، مکان من است، میگه این در طبیعتش است، هیچگاه میگه در او هم مقابلت نشانته. ششم، زنان همیشه دوست میدارند که هم دل شوهر را به دست آورند، هم اهل عائله‌شان را از دست ندهند. پس از اینکه خود را به اهل عائله همسرت در یک ترازو قرار بدهی پرهیز نما. هیچگاه به همسرت مگو که یا من یا اهل عائله‌ات، زیرا اگر همسرت ظاهرا تو را از عائله‌اش بالا داند یا اختیار کند، ولی همیشه در زندگی در حالت غم و درد روانی و درونی قرار میگیرد که آن در زندگی هر روزت تأثیر بد را میگذارد. یعنی هیچگاه میگه بچم نگو که پیش زنک در این خیل پرینسیپ نمان، این خیل شرط نمان، یا من یا خانوادتان، یعنی یا من انتخاب میکنی یا پدر مادرت یا برادر خواهرت. این پرینسیپ هیچ وقت میگه بچم نمان، زیرا که حقیقتا برای زن تو هم عزیز باشی
پدر و مادرشم عزیزه، خواهر دادر اولادشم عزیزه. اگر میگه زنها به خاطر زندگیشان ویران نشدن، در پیش تو اگر همین شرطی تو را قبولم که کند، لیکن اونها داخلا بسیار عذاب میکشند و او زندگی را که میخواهد با تو نیک کند خیر کند و یا اجرا کرده نمیتواند، زیرا دل او آرام نیست، در دل او راحت نیست که وقتی تو در برابر مادر او، پدر او یا خواهر و اپی او بسیار مقصد با چشم بد نگاه کنی یا اونها را هیچگاه در خانه آمدن نگذاری یا برای اونها مقصد یک پیاله چای بگن، اگر برای یک پیاله چای کردن یگان تیاری نبینی، اینها هم در زندگیاتون بسیار خلل کلان میتد. مصلحت هفتم، چنانه که میدانی زنان از قبرغه کج آفریده شدند. اصلا سیری حسن و جمال و جذابیت زن هم در همین است. این کجی برای زن عیب شمرده نمی شود. درست همان طوری که سیری زیباگی ابرو در کجی آن است. پس اگر رفت و از همسرت خطای سر زد، نباید با تمامی نیرو برای راست کردن کجیش بر وی هجوم نمایی، زیرا راست کردن آن امکان ندارد، بلکه با احتمال زیاد می شکند و شکستن زن معنای طلاق را دارد. برادرای عزیز، همون حدیثی که این المرأة خلقت من ضلع، زن از قبرغه کج آفریده شده است و گفت همون جذابیت زن هم همین است که وی از قبرغه کج است یا کج بودن او عیب شماریده نمی شود، زیرا میگه زیباگی ابرو هم در کجی همون است. زیلهاز یعنی بعضی خطاها، بعضی لغزش هایی که یا بعضی نافرمانی هایی که زن میکند، میگه با تمام نیرو یعنی با تمام قوت حرکت نکن که وی راست کنی، زیرا امکان دارد که راست کردنش بشکند و شکستنش معنوش این است که وی تو طلاق کنی. پیامبرمون در حدیث میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کره منها خلقا رضی منها آخر. میگه جوانای عزیز، غضبناک نشوین در هر یک کار زن. اگر یک کار زن ترا غضبناک کند، کار دیگرش با ترا راضی میگرداند. نصیحت هشتم، سرشت زنان البته با استثناء بر ناسپاسی و انکار کردارهای کرده های نیک آفریده شده است. اگر با یکی از آنها تمام عمر نیکی کرده سپس یک مراتبه نسبتش بدی کردی، میگوید هرگز از تو نیکی ندیدم. نباید این اخلاق همسرت تو را وادار سازد که در حقش بدی نمایی و از وی نفرت پیدا کنی، زیرا اگر کدام یک اخلاقش برایت ناپسند آید، حتما از اخلاق دیگرش خوشنود و راضی می شوی. یعنی اگر مبادای بچم در زندگی تو ممکن 10 سال 20 سال 50 سال با این زن زندگی کردی، یک روز مقصد به این چیزی نرسید یا یک روز مقصد یگان گپی بلند زدی، ممکن گشته برای تو گوید که در تمام زندگی من از تو یگان خیر ندیدم، من از تو یگان برکت ندیدم. میگه بچم با این گفته زنم هیچ وقت خسته و ملال نشه، زیرا که این مقصد در سرشتش هست. اینا باید که وی گوید، زیرا پیامبرم در حدیث دارد که اینها میگویند این سخن را، ولی این سخن هم از جانب اونها جدی نیست. این در یک رفتی معامله است. با پگاه ببین، با همان طرز پیشینه‌ای که داشتین همون طرز پیشینه‌تون است. نصیحت نهم، زنان در زندگی روزهای دشوار، بیماری، حالتهای ناتوانی را پس سر میکنند. حتی خداوند در چنین حالتها برای زنان سبکی داد، جمع از فرضها را از گردنشان ساقط کرد. مثلا در حالت حیض و نفاس از گردنشان نماز را مقصد ساقط کردند.
پس تو هم بر همسرت در چنین حالتها همچون مردی ربانی کار بگیر که معنا چطوری که خدا برایش سبکی داد، تو نیز در حالت بیماری همسرت فرمانها و طلباتت را کمتر نما. گفت بچم هرگاهی که زن بیمار شید ببین که الله برای اونها سبکی داد. یعنی بین وقتی حیض می شود، نفاس می شود، نماز گردنشان ساقط می شود. تو هم بچم گفت وقتی که اونها بیمار شدن، وقتی می بینی که در اونها یگان خستگی پیدا شد، طلبات بسیار نکن. از او مثال کار بسیار طلب نکن، بلکه در حالت بیماری دستی او را بگیر، در حالت بیماری در پهلوش باش تا وقتی که خداوند با او را شفا تید. در او حالت مقصد سختی بد نرو، طلبات زیاد نکن، زیرا خدا الله بزرگای چقدر سبکیشان داده. شما هم گفتن سبکی تیه. نصیحت دهم، دانسته باش همسرت وقتی خانه تو می آید دیگر حکم اسیر را دارد، پس در حق وی رحم داشته باش، از ناتوانی هایش درگذر. اگر این نصیحت هایم را اجرا نمایی حتما همسرت برایت بهترین شریک زندگی و نیکوترین متاع دنیا می گردد. برادران عزیز، وقتی میگد بچم این زن خانه تو میاد مثل اسیره، اسیر. یعنی یک آدم بگیم اسیر میگیری، اسیرش با معنای بگیم که رنگ یک آدمی را که دستگیر میکنی و میاری مثال محکم میکنی، یا اینکه بگیم رنگ زلاجدیگ میگن، این همون نگفتن. برای این وقتی که این اسیر باشد از بسیاری ناتوانی هاش در بگذر، او را در این حالت ظلم نکو بلکه یاردمش کن. میبینی که در خانه در نسبتش مثال هر خیل از طرف کلانترهای و خوردهات بسیار او را دقت میتن، سخنهای هر خیله میزنن، پیش رای اونها را بگیر. انا گفت بچم این 10 نصیحتی که من کردم همینها را در گوشت بگیر، در زندگی عملی کن. ببین این زن گفت بهترین نفر در زندگی برای تو می شود. منم دادر عزیز در ابتدا چی گونه ای که گفتم من به خاطر خدا ای را برای تو مصلحت دادم. این سخنی منم نبود، این سخن امام احمد حنبل که یکی از صاحبهای مذهب است، یکی از نفرهایی که خیلی و خیلی از روی دنیا پیروی از امام حنبل میکنن، این سخنهای وی بود برای بچهش. وی هم از پیش خود نگفته است، اونم اینها را از آیت و حدیث ها جمع کرد تا زندگی بچهش زندگی خوشبختانه شود. از این رو دادار عزیز سخنهای مرا خوب گوش کرده باشین، همین را در زندگی مطرح کنین. الحال انشاءالله من یک زمانک تلفظ میکنم. باز برنامه دویمم مادری که دخترش وقتی شوهر میداد چگونه او را گسیل کرد و چی توصیه ها داد که با شوهر چگونه باش. پس زن و مرد این نواره این برنامه را پیشتان مانینو، مردک هم گوش کند، زنک هم گوش کند، همین را دستور عمل قرار تین کو بینین همی سخنهای عزیزای خدا که همه آیت حدیث است. آیا در زندگی شما یگان بهبود خیر میارد یا نمیارد؟ من گمانم نه، من اکثرا انشاءالله اعتقادم بر همین است که اگر با این نکته هایی که اشاره شد شما انجام تین زندگی هاتون گل میگردد. انمون شیر و شکری که میگین انمون شیر و شکر در شما پیدا میشود. الهی مهربان توفیقتان تید که این نصیحت های عزیزای خدا را شما در زندگیاتون استفاده برین و زندگی های خوب و نصیب شوین و آینده که این معاملای نیکی شما در فرزنداتون تاثیر دارد، خدا فرزندای شما را هم فرزندای خوب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.